سلام، یکی هستم. خیلی ساعتی بریم دنبال گیم پلی بازی فورتنایت مود بالستیک. خب فورتنایت که آمد یه مود جدید بازی استفاده کرد به نام بالستیک با چه قابلیتی خوب. بازی دقیقا 5x5 اون سایت داره، با فیز داره، دقیقا مثل وندوان، دقیقا مثل سی اس کو. حالا شباهت بیشتر به وندوان، چرا خب تم بازی، حالا نوع گرافیک بازی، شخصیتی بازی، ولی خب چند تا داستانی که از گیم پلی اصلا مثل ولورانت نیست. حالا اگه واقعا ولورانت رو دوست دارین، دلتون خوش نکنید فقط تو دل فورتنایت گیم پلی مثل ولورانت در بیارید. نه، بایفیز مشکل داره، یکم داستان خریده توش یکم سخته، اذیتتون میکنه. حالا 100% بازی فعلا ارلی اکسس، نسخه نهایی بازی نیست. 100% داستان مختلفه که این باگ گرفته میشه مثل نسخه نهایی. ولی خب تا اینجای کارم من نمیگم بد بوده، ولی واسه یک بازی اینجوری بد. چرا؟ و مثلا شما توی ولورانت، توی سی اس کو، اگه خودمونی تر دست رو رگبار یه تیر باشه، تیر رو هدف نمیخوره، همه در دیوار. ولی اینجا نه، اینجا شما این بگید دیر بزنی، تینگ 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 تینگ، همه توی خط، همه توی نقطه. بابا این زیاد جالب نیست واسه این بازی دیگه. خب تو خود فورتنایت خوبه، تو خود فورتنایت باتل رویال مپ بزرگ باید همینجوری باشه. ولی خب تیم مپ یه مپ کوچیکه، قاعدتا اگه بخواد همه تیر رو توی خط صاف حرکت کنه دیگه بازی یه جوری میشه انگار ایزی برای همه واقعا. ولی خب در کل گرافیک بازی دوست دارم، موومنت های بازی باحاله و داستان فلش کردنش خیلی خفنه. یعنی فلش که میشه واقعا کول میشه، واقعا کول میشه. بعد نکته جالب اینه که گانهایی که حالا داخل بایفیز مشاهده کردیم، اگه اسکینشو توی لاداوتتون هر اسکینی واسه گانهایی که تو بایفیز هست انتخاب کنه، اینجا همونه. یعنی یک دسترسی خیلی زیادی به اسکینایی داریم که چون توالت اول شخص هم هستیم، خب لذتش خیلی بیشتر از حالا دیدن اسکین و توالت سوم شخصه. و سامرایی خیلی سریع هم میخوام در طور فورتنایت بهتون بدم. داستان از این قراره که یه اومده دیگه هم فورتنایت رو آرامه کرده ازش به نام بریک لایف، همون توی فضای حالت لوگو ماننده، یعنی خود لوگوه. ولی خب با این تفاوت که حالا به زندگی بین جی تی آی که سیمز داریم تقریبا، یعنی آزادانه حرکت کردن، یک سری آزادی حرکتی، اینا رو داریم که حالا اتفاق کاملتری هرچی بهم برسه در اختیار بمیزنم. فعلا که هیچی. و خب این مدل رو نامه کرده اسکین لیونل مسی اومده شاپ. حالا نمیدونم کی داریم ویدیو رو میبینیم، ولی خب در حال حاضری که دارم ازتون میگیرم اسکین رو نامش انجام شده، قرار بیاد تا آیتم شاپ تا خرید انجام بشه. اگه دوست داشتین بخرید، هم دیگه فورتنایت واسه خودش شده دنیا باشه. لوگو داره، زیرو بیلد داره، یعنی مودی فقط تیر بزنید. نمیدونم بیلد داره، بچه های کاستوم عجیب غریب داره، مدل لوگوشو واسه خودش داره. اومده دیگه یه همچین بازی هم اضافه کرده و قشنگ داستان بازی میشه یک چیزی مثلا ریوت گیمز اومده یک بازی جدا واسه خودش ساخته به نام ولورانت. فورتنایت اپیک گیمز اومده ولورانت رو دل خودش داره. واقعا خفن، چی بگم. امیدوارم که بازی کنید، بهتاش باید هر خبر جدید دیگه بایستید حتما براتون ویدیوشو در میارم. ویدیو بعدی میخوام بازی که سال 2025 بیاد براتون بذارم، بذار گیم پلی ریز، بذار توضیحات و پیش نیازی که قبل از بازی کردن اون بازی ها لازم داریم. هیچ بازی نمیشه سرسری انجام بده. بزنیم بالستیک، بزنیم و لذت ببرید، عشق کنیم. اگر این اولین ویدیویی که از پیج من میبینی و هنوز به بازی مارول آشنا نشدی، ویدیو قبل رو هم توضیحات دادم که چی باید بازی شی، هم گیم پلی بازی رو داشتم. عشق کنید، لذت ببرید، بازی کنید، دست